سلام خدمت شما دوستای خوبم. بنده امیر آذر هستم از کانال مستر امیر. خیلی خوشحالم از اینکه باز هم در خدمتتون هستم با یه ویدیو خیلی باحال و اکشن دیگه اومدم خدمتتون. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. اول از همه امیدوارم حال دلتون خوب باشه، امیدوارم که هر روزتون بهتر از روز گذشته‌تون باشه و حال دلتون خوب باشه. امروز بچه ها اومدم با ویدیوهای تعقیب و گریز فوق‌العاده باحال، یعنی 4-5 تا ویدیو براتون آوردم، در حد به قول بچه ها تیم ملی براتون ویدیو آوردم، میخوایم با هم ببینیم و خیلی باحاله. یعنی با من همراه باشید، ببینید ویدیوها رو، ببینید اصلا چه خبره. یعنی فکر کنم تو یه دونه ویدیوها که آره دیگه اگه اشتباه نکنم ویدیو آخر تیراندازی میشه، بعد تو یه ویدیو که اصلا ویدیو سوم فکر کنم، حالا یه چهارم میریم با هم میبینیم یارو اصلا کلا خلاف جهت میره تو اتوبان با پراید 140-50 تا خلاف جهت داره میره، آخرش هم میفته تو در و دیوار و آره تا میگیرنش. باید این ویدیوها رو ببینی تا متوجه بشی که من چی دارم میگم. ویدیوهای باحال، خیلی باحال، کنترل نامحسوس، پلیس آگاهی و فلان، خیلی باحال باشه براتون آوردم. زیاد وقتتون رو نمیگیرم، بریم سر وقت ویدیوها و ویدیوها رو با هم ببینیم. اول ویدیو فقط بگم دوستان از همین اول اگه لطف کنید خواهشن سابسکرایب یادتون نره، لایک کنید ویدیو رو، حتما کامنت انگلیسی بذارید وگرنه سابتون میپره. نمیدونم چه داستانی پیش اومده ولی سابتون میپره. حتما کامنت انگلیسی برای داداش بذارید، خیلی دوستتون دارم. و آره دیگه لایک ویدیو هم یادت نره، اون زنگوله کنارش هم برای داداش بزن. بریم سر وقت ویدیوها با هم ویدیوها رو ببینیم. دوستتون دارم. بریم که شروع کنیم ویدیوها رو بچه. اولین ویدیو پژو 405. این چه خوشگلم اسپورت کرده ماشینو، این قشنگ اسپورت کرده که راه به راه. ببین حالشو. حاجی چه راهی داره میره، یا خدا. دائما داره تکرار میکنه چپ را، اصلا استفاده به حرکت بین خطوط نداره. فکر کنم این صدا سرهنگ روزبه باید باشه دیگه اگه اشتباه نکنم. خیلی هم مأمور خوبیه، من خیلی دوستش دارم. آره چرا زحمت بکشیدیم پژو 405 تو مسیر غرب شرق در حرکت متوقف کنید. 2 نفرن ماشین پلیسا، یه دونشون نامحسوسه، یه دونشون هم ماشین با علائم راهنما رانندگی. داره خلافیشو میگیره. 3800 خلافی داره. رفتن که بگیرنش آجی، رفتن بگیرنش. خیلی باحال این تعقیب و گریزه. ماشین و ارتفاع هم داده، خوشگل. مشکلی پیش اومده؟ کار واجب بیمارستانی، یعنی منتظر شما. من اینجوری میرسیم به نظر خودتون؟ خیلی عجله دارم. آقا یه چیزی بذار من از این استوب کردم. چرا هر کی پلیس میگیرتش عجله داره؟ یعنی اینجوری رانندگی میکنه؟ من خودم اینجوری هم. هر کی آقا پلیس جلوشو میگیره یارو برمیگرده میگه من به خدا عجله دارم آقا، بیمارستان زنگ زدن، اصلا وای حالا نمیدونم اینم حالا اونم حالا داداشم حالا بابام حالا فلانم حالا ایکس ایگره. آقا خوب نیست به خدا، زنگ زدن از بیمارستان دارم گلوله میرم. یعنی همه 90% همین داستانه، مگه اینکه یارو مثلا از آدم پررو باشه جواب دیگه بده، وگرنه 90%شون میگن آقا به خدا من عجله داشتم و این داستان. حالا بریم با هم ببینیم ادامه رو. حداقل اگر برسین دیگران رو نمیذاری برسن.
میگه تو اگه برسی دیگران نمیرسی. بابا پشت من اومده با سوالات، من دارم 90 تومن با سوالات. اوه این یارو رو ببین، یارو از فرصت استفاده کرده اومده دیده مامور جلوشو گرفتن اومده شکایت. بغلم نتونستم نگاه کنم اینجوری چراغ میداد به ما. آقا چشتو نگرفته بود که بنده خدا، شب باشه بگی آقا زنون زد تو چشم، روز بود دیگه جوری چراغ زدن دیگه اصلا دیگه نمیدیدم جلومو. ببینین دوست عزیز به جایی رسیدیم الان که دیگه خود پلیس دنبال جریمه کردن و اعمال قانون برای شما نیست. شهروندان قانون مداری تو این کشور دارن زندگی میکنن که اونا از شما معترضن. حالتون خوبه؟ زحمت بکشین استلام تخلفاتشون که اعلام کردین، آخرین تخلفشون هم که شما تو حرکت که بودین ما استلام تخلفاتتون رو گرفتیم. آخرین تخلفتون از زیادش کنم سرعت و حرکت مارپیچ بود، یعنی همین رفتاری که امروز انجام دادید. حتما جریمه رو شما تاثیر نذاشته، ولی امروز به خاطر این تخلفات حادثه ساز اعتراض برخی از این هموطنامون که دیدین خودرو شما برابر قانون ماشین رو میخواد بخوابونه 72 ساعت اولین پارکینگ منتقل بشه و من کارم اجرای قانونه، کارم بخشش نیست. دمش گرم، این حرفش قشنگ. همکاران ما تو جاده ها ایستادن که قانون رو اجرا بکنن تا این راننده هایی که دارن شدن فیلسوف رانندگی میکنن به سلامت برسن و معدود رانندگانی مثل شما که امنیت روانی و امنیت ترافیکی و عبور و مرور رو به خطر انداختن متوقف کنن تا به خودشون و دیگران آسیبی نزنن. فقط زمان توقیفتون رو به خاطر ایام نوروز کم میکنیم. به جای 3 روز زحمت بکشید 1 روز 24 ساعت دمش گرم، دمش گرم و دلش سوخت سرنگ روزه. شاید تاثیر بگذاره. دید یارو پشیمونه، اگه پر رو بود که 3 روز کسی یه هفته هم میخوابوند، ولی دید پشیمونه گفت که چون عیده ایام عیده 3 روز هم نه اون 1 روز میخوابونم ماشینتو بعدش برو حالشو ببر. ولی دیگه نکن داداشم، نکن خداییش نکن. آقا دوست دارید راه برید بریم ویدیوی شماره 2 حالا بعد صحبت میکنیم. ویدیوی شماره 2 رو ببینیم. این شوتی ها اصلا معلومه، استایل ماشین معلومه شوتیه. ببین یا شوتیه یا عشق شوتیه، این فکر کنم از اون عشق شوتی هست. واه کلن سمت راست بود یهو کشید سم لایو سبقت. یهو کشیدیم برا اصلا دید نداره اون طرف. واه یا خدا. شماره 49 آجی من خودم به خدا اینا رو میبینم اینجا چشام میشه 4 تا، یعنی چشم بر نمیدارم از این تعقیب و گریزا. خیلی عجیب اصلا چی بهت بگم آخه، خیلی باحاله. و قبل از اون اطلاعات رو من بگین. اوف اوه بیمه هم نداره آجی، داره اینجوری راه میره. چه جرأتی داره این، میگه فاقد بیمه است. مگه داریم؟ مگه میشه آجی تو بیمه نداشته باشی؟ حالا یکی مینی یارو اصلا پول نداره بنده خدا، حالا جیبش خالیه مجبوره با ماشینش رفت آمد کنه 10 روز بدون بیمه، آروم مراقب. آقا بیمه نداری بعد اینجوری هم راه میری؟ تو رو خدا نکن. نگاه این یکی هم وایساده اعتراض کنه آقا بعد داشت راه میره. یعنی رفتار شما فقط پلیس رو متوجه خودش نکرد. اینا دیگه خیلی واقعا این راننده که داشتین مسیر میرفت و سایر راننده ها نگاه معترض میشن میستن و شکایت میکنن از رفتار شما. شکایت حرکات مخاطره آمیزتون چه اتفاقی افتاده؟ عجله دارین؟ مشکلی پیش اومده؟ مسیر رو بذاره عجله داشتیم، من زودتر برم برسم. واقعا عجله عبارتیه
که هر کس تخلفی رو مرتکب میشه. نگاه داره حرف منو داره تکرار میکنه. سرعت غیر مجاز، سرعت غیر مجاز، حرکت ناربین. اولین پاسخی که میگه من عجله داشتم. یعنی چی عجله داشتم؟ میگه همه میگن عجله داشتم. حاجی اینجا دیگه سپرش خورده بود. خدا وکیلی نگاه کن. اینو من کشیدم عقب که شما دوباره ببینید. خب این ویدیو رو یه تیکشو حاجی اصلا دیگه واقعا نزدیک بود بخوره اینجا. بعد نکته‌ای که با توجه ما رو جلب کرد به دوربین‌های کنترل سرعت جاده که می‌رسید سرعت رو کاهش می‌داد. نگاه دوربین رو دید ترمز زد. دیگه سرعت لحظه‌ای رو ثبت نمی‌کنه. جفت راهنما میزنه. برای شما ثبت میشه. متاسفانه استعلامی که از خودتون گرفتیم علاوه بر تخلفات شما خودتون فاقد بیمه‌نامه شخص ثالثه. امکان نداره جناب سر من بیمه‌نامه دارم. میگه امکان نداره من بیمه دارم. بابا آنلاینه مگه میشه سیستمشون اشتباه کنه؟ قبل از اینکه شما اینو نکنید ما تو استعلام سوابقتون رو دیدیم. میدونید چند نفر به خاطر نداشتن همین میگه مثلا من توی زندان ها دارن به سر راست حاجی راست میگه. حالا بنده خدا نمیدونم راست میگه یا نه، نمیشه گناهش رو شست، ولی میگه آقا غیر ممکنه من بیمه دارم جناب سرنگ. بعد که اومد نگاه کرد متوجه شد که نه بیمهش تموم شده، بیمه نداره. خب حالا اون بنده خدا میگه که آقا من متوجهش نشدم، فکر میکردم ماشینم بیمه داره، تاریخش رو حالا یادم رفته بود یا نگاه نکرده بودم. ولی غیر ممکنه پلیس استعلام کنه استعلامش اشتباه باشه. قبلا بله برگه نگاه میکردن، تاریخش رو نگاه میکردن، ولی الان دیگه همه تو سیستم هست، همه آنلاین شده. یعنی شما قبلا اگه گواهینامه هم همراه مثلا نبود ممکنه ماشین رو بخوابونن، جریمه کنن، سالهای خیلی گذشت. ولی الان گواهینامه هم همراه نباشه یا تو کد ملی تو میزنه، همه چیشو در میاره که اصلا گواهینامه اعتبار داره نداره، داری نداری، پای یکی پای دویی، اصلا چیه داستان. الان دیگه همه چی آنلاینه. یارو وقتی استعلام کرده میگه تو نداری بیمه نداری. حالا بریم ادامهش ببین. جبران خسارات نبودن، خدایی هم راست دیه و غرامات. میگه خیلی تو زندانن به خاطر نداشتن بیمه و تاوان ندادن، نتونستن تاوان بدن. حتما در اولین فرصت مراجعه کنین، بیمه خودتون رو تمدید کنین و دیگه این تخلفات رو مرتکب نشید هیچ وقت. با توجه به اینکه تخلفات حادثه ساز بود دیگه همزمان مرتکب شدن و یه نکته خیلی مهم استعلامی که شما اعلام کردید خودروشون فاقد بیمه نامه شخص ثالثه، قطعا دیگه باید به پارکینگ منتقل بشه تا زمانی که خودروشون بیمه میشه، تخلفاتشون رو پرداخت میکنن و خودروشون هم به علت ارتکاب همزمان تخلفات حادثه ساز 72 ساعت در توقیف باقی 72 ساعت در خدمت شما است. خب آقا این کنترل نامحسوس. حالا بریم تعقیب گریز پلیس آگاهی فکر کنم دیگه. ویدیو شماره 3. این ویدیو شماره 3 این دیگه آره پلیس آگاهیه. حاجی این داره برعکس میره. این همون ماشین از پرایده. گفتم این قسمت شما ندیده بودم، من فکر کردم یه تیکه رو برعکس میره. یا ابوالفضل این کلا خیابون اتوبان رو داره کلا برعکس میره حاجی. پلیس هم دنبالش داره برعکس میره. این باله ولی راهی نداره. اگه پلیس برعکس نره اون فرار میکنه، مجبور پشت سرش بره که بتون بگیرتش. آدم میخکوب میشه رو اینا. یا خدا وای زد یارو رو. دیویز اینا رفت تو باقالیلی ها افتاد تو جو. آخر گرفتن. خب بچه بریم سر وقت ویدیو شماره 4. آقا این ویدیو خیلی باحاله، بریم ببینیم. حاجی 2 تا 206 با هم کورس گذاشتن، ببین چه خبره. حاجی تو تونل اینا چه راهی دارن میرن. یا خدا
اوف متاسفانه اینا با توجه به اینکه پلاکشون هم مخدوش کردن. اوه پلاکو مخدوش کردن حاجی، دوربینا نگیر. اون یارو چسبونده به دیوار داره میره. اوف این بازی ها رو دیدی؟ بازی ماشین فلان رالی اینجوری نقره رو متوقف کنیم. میگه شما بجو من نقره ای رو راننده پژو 206 متوقف کنیم. اوه ایستاد وای نستاد جی دارم جی میره. راننده پژو 206 اختار میکنم سمت را توقف کن. آقا این تک کلام من میگم حاجی برو جلو اجازه نده. بچه‌ها میگفتن تو چقدر میگه حاجی. تشریف بیار پایین. گزارش کرده بوی سوختگی میگه بلند شد. حالا یکی رو متوقف کردی؟ نگاه کردن ماشینش هم ببینن تقویت کرده یا نه. دفتر نقاشیه. آجی چسب زدن، پلاکا رو چسب زدن، برچسب اومدن پلاک رو مخدوش کردن برای اینکه دوربینای کنترل سرعت بزرگراه دیگه خودشونو تابلو کردن. آدم اونقدر چسب میزنه. حالا اینو چقدر هزینه کردی؟ حدوداً نزدیک 30 تومن. 30 میلیون دادی که تخلف کنی. برای تخلف یا نه حالا این بار که گرفتینمون برای همین یه محک زدن بین دوتا ماشین بود و میگه ما می‌خواستیم ماشینا رو محک بزنیم. آقا میخواید ماشینا رو محک بزنید؟ خب برادر من میخوایم ماشین محک بزنی یه جای دیگه، آخه وسط خیابون، تو اونم توی تونل، آخه جای مگه محک زدن ماشین فدت چه داداش. آقا اصلا برید چه میدونم کوه دشت دمن چه میدونم یه جایی برید که کسی نباشه ماشین رو محک بزنید. خدا نکرده زبونم لال اگه چیزی هم شد حداقل 4 نفر دیگه بیچاره نشن، 4 نفر دیگه اسیر نشن. آخه خدا وکیلی اونجا دیگه جای محک زدن ماشین نیست که قربونت برم. چی بگم به خدا. البته چیزی هم بگم ما تو کشورمون خود جای مناسب توی همه شهرها نیست دیگه برای اینکه بچه‌ها خودشونو تخلیه کنن، ولی خب بازم دلیل نمیشه به خدا. بریم. این وای بچه‌ها این آخریه ببینید. آقا اینو من یه لحظه شو دیدم. لاستیک نگاه بذار به جلوتر، لاستیک پرت میکنه ماشین پلیس رو چپ کنه. وای خور من یه لحظه اینو دیدم. اوه میخواد بزنه حاجی با اون در رو باز کرده. ببین اول تیرهوایی خالی کرد، قانون به کارگیری سلاح ها، اول هوایی زد. اینا نگاه لاستیکو ول کرد، لاستیک اون برم لاستیکو ول کرد که ماشین پلیس بره روش اون برم. وایسادن. من به ما اعلام کردید که گرفت. سابقه ندارید، ولی الان من نگاه کردم 3 تا سابقه دارید. سرقت کابل محمود آباد، داخل خودرو، سابقه دارم. داخل خودرو، سابقه توزیع مواد. اجازه بدید. علت فرارتون از دست پلیس چیه؟ خب ما تیراندازی کردیم، اخطار ایست چندین مرحله به شما دادیم، به ما گفتیم من سابقه ندارم. الان دیدم اجازه بدید. آقا اجازه بدید. اول سرقت اماکن اجازه بدید. شرارت دارید. آقا میگه من دوز نیستم. ما دوز نیستیم. شما دانشمندی خورد. واجی متوجه شدی؟ یارو ویدیو آخریه، آخرش خیلی مال. یارو برگشته میگه آقا چرا در باز بود، چرا فرار کردید فلان هله بله. میگه آقا من در رو وا کردم به راننده وایسه. خودش از سمت عقب صندلی عقب نشسته بود، لاستیک پرت کرد که بخوره ماشین پلیسه. بعد جالب اینه که الان گرفتنش، بعد میگه آقا من در رو وا کردم که راننده وایسه. بعد اون یکی هم میگه آقا این آقا پشت فرمون نشسته بود، یعنی میگه من در رو وا کردم راننده وای نمیساد که وایسه. اون یکی هم میگه آقا این نشسته بود پشت فرمون ما نبودیم که. یعنی سریع عین خیار فروختن
عین خیار رفیقشون رو فروختن. آقا این سابقه داره اینجوری انا بعضیاشون البته، یعنی وقتی یه داستانی پیش میاد میگیرتشون پلیس، عین خیار رفیقه رو میفروشن. یعنی سریع آقا این پشت فرمون بود، ما اصلا مقصر نیستیم، ما بهش میگفتیم وایسا وای نمیزاد. الان اینجوری میگن. آقا خب دیگه سرتون رو در نیاریم، خیلی دوستتون دارم، دمتون گرم که تا آخر ویدیو با من اومدید، دمتون گرم که حمایت میکنید. باز هم با ویدیوهای باحال، با ویدیوهای فوق باحال حتما برمیگردم و سعی میکنم هفته‌ای حداقل 2 تا 3 تا ویدیو براتون بذارم. دوستانی که اگه خواستید مثلا معرفی کنید پیج رو، کانال رو، میتونید به فارسی هر کی بنویسه مستر امیر کانال میاد بالا. نام کاربری هم که خب حالا چون مستر امیر رو به تنهایی قبول نکرد، من گذاشتم مستر امیر آذر. کلا خیلی دوستتون داریم، دمتون گرم. امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه و اون شادی همیشگی ته دلتون بدرخشه. دیگه من دوباره نمیگم، حمایت ها یادتون نره. دمتون گرم، خیلی باحالید، عزیز دلید. شب و روزتون بخیر، خدا نگهدار.